یک صاحبکار چینی ادعا دارد که با وجود اجرای همه شرط‌های ضروری، مقامات تاجیکستان آن را از اجازت استخراج سنگ مرمر محروم کردند. خو سیودون، رهبر شرکت خروستال میگوید مجوز یا پروانه کار را سال 2014 برای 10 سال دریافت کرده بود و تاکنون نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو ماه ایون سال 2023 گویا به دلیل به بیرون از کشور صادر کردن محصولات استخراج شده پروانه شرکت را برای 3 ماه باز داشته است. سال 2023 صرف نظر از آن که من برای صادرات کردن مرمر اجازت داشتم، آمده به من گفتند که برای صادرات کردن اجازت نداری. چه حجت هایی که لازم بود من به آنها پیشنهاد کردم، اما ساختارهای به مانند گمرک آمده به من گفتند که اجازت صادرات نداری. هرچند هر حجتی را که درخواست کردند من به آنها پیشنهاد کردم. وزارت صنعت ماه ایون سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده است. اما با گذشت کمتر از 1 سال این نهاد به دلیل به خارج کشور صادر کردن محصولات اجازتنامه شرکت را باز داشته است. در ادامه در پی درخواست همین وزارت، دادستانی کل تاجیکستان به دادگاه دعوا برده است که دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه اوگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. دلیل اساسی دعواگر و دادگاه برای بیکار کردن مجوز صادرات کردن محصولات به خارج کشور بوده است. حالا خو سیودون، رئیس شرکت خروستال، برای بیکار کردن حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده است که با گذشت نزدیک به 5 ماه دادگاه آن را بررسی نمی کند. با گفته خو سیودون، حالا در پایگاه بنیاد کرده آنها کمبینت متالورژی تاجیک سابق شرکت فراز با یک کارشریک چینیش مشغول استخراج و کارکرد مرمرند. برای آغاز کردن تجارت استخراج و کارکرد سنگ مرمر وقت زیاد در کار است که بعضش را آماده کنی اینفراساختور ساختن در کار از بنیاد راه شروع کرده. من فکر میکنم که سبب اساسی آن است که فشار آوردن از جانب سابق شرکت فراز است. ما همه چیز را آماده کردیم برای فایده گرفتن از تجارت مرمر. حالا ما می توانیم که از این بازه استفاده کرده فایده این تجارت را گیریم. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت که مجوز یا پروانه شرکت خروستال با دعوای دادستان کل تاجیکستان از سوی مقامات دادگاهی بیکار کرده شده است. اما این نهاد پاسخ نداد که چرا به شرکت خروستال اجازه صادرات سنگ مرمر را داده و باز با دلیل صادرات به بیکار نمودن پروانه کار این شرکت اقدام کرده است. وطنف، رهبر جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک، در نامه‌ای در پاسخ به سوالهای رادیو آزادی نوشت که شرکت فراز به جمعیت آنها هیچ ربطی ندارد و ادعاهای رئیس شرکت خروستال خو سیودون در مورد گویا مقصد صاحب شدن تجارت او را دارند بی پایه و بر دروغ است. در ادامه نوشته است که جمعیت ما هیچ فشاری به شرکت خروستال نآورده و به یگان مقامات از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی های نو مراجعت نکرده است. پس این شرکت با وزارت صنعت و دادستانی کل تاجیکستان به دالان‌های سفارت چین در دوشنبه و حکومت تاجیکستان نیز کشیده شده است. سروزیر تاجیکستان در رابطه با درخواست وزارت کارهای خارجی در پی یادداشت سفارت چین به نهادهای دولتی سفارش داده است که قضیه را بررسی کنند. با جز وزارت صنعت و دادستانی کل تاجیکستان، نهادهای دیگر خلاصه دادند که قضیه شرکت خروستال اگر مثبت حل شود به نفع ادامه جلب سرمایه خارجی برای تاجیکستان است.